رمضان يا رمضان يا موسم القرآن أقبلت بالبشرى والخير والغفران رمضان ماه شریف رمضان فرا رسید و همگان همدیگر را شتاب میکنند و تبریک میکنند با فرارسی ماه شریف رمضان. و سوال پیدا شد آیا ممکن است با فرارسی ماه شریف رمضان تبریک گفتنی همدیگر؟ این سوال را به ختم کرده دانشگاه مدینه منوره فاکولته حدیث شریف به سهراب عادلیان میدیم. مرحمت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، بله، تبریک کردن به فرارسی ماه مبارک رمضان اجازت است، هیچ باکی ندارد. حافظ ابن رجب رحمت الله علیه در کتاب لطائف المعارف گفتند که كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر اصحابه بقدوم رمضان. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابگان خود را به مناسبت فرارسی ماه مبارک رمضان خوش خبر می دادند و حدیث ابو هریره رضی الله عنه را همچون دلیل ذکر کردند که امام احمد رحمت الله علیه در مسند و امام نسائی در سنن با سند صحیح از ابو هریره رضی الله عنه ذکر کردند که حضرت ابو هریره رضی الله عنه گفتند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یبشر اصحابه. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابگان خود را خوش خبر می دادند و می گفتند که اتاکم رمضان و شهر مبارک. به سوی شما ماه رمضان آمد، ماه مبارک است. ملا علی قاری می گویند که معنای ماه مبارک است یعنی دعا هست که پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا کردن، گفتن که الله تعالی این ماه را به ما و به شما مبارک گرداند. گفتن چون این ماه اگرچه خود ماه مبارک است نه به همه مبارک است. هستند شخصانی که ماه رمضان سپری می شود و گناه آنها بخشیده نمی شود. چه خیلی که در حدیث صحیح ثابت شده است حضرت جبریل گفتند که بینی خود را به خاک مالد آن شخصی که ماه رمضان سپری می شود، ماه رمضان به پایان می رسد و گناه او بخشیده نمی شود. بگو آمین ای محمد صلی الله علیه و سلم. بگفتم آمین. حضرت جبریل دعا کردند، حضرت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم آمین گفتند. بنابراین الله سبحانه و تعالی در پناه و عصمتش نگه دارد که ماه رمضان سپری شود و گناه ما و شما بخشیده نشود. و حافظ ابن رجب بعد انتهای این حدیث گفتند که این حدیث اصل است در نزد علما برای جایز بودن و مشروع بودن تبریک و تهنیت گفتن به قدوم ماه رمضان است. اصل است یعنی دلیل هست گفتند. و دیگر دلیل ها هم وجود دارد برای تبریک کردن و خوش خبر دادن فرارسی ماه مبارک رمضان که دلالت به جایز بودن تبریک کردن به فرارسی ماه مبارک رمضان میکند. بنابراین هر یک شما را به فرارسی این ماه مبارک رمضان مبارکباد میگویم. الله تعالی این ماه را برای ما شما مبارک گرداند و برای ما شما توفیق طاعات و پرهیز از معصیت کرامت فرماید، علم نافع و عمل صالح برای من نصیب روزی گرداند و الله سبحانه و تعالی سعادتمندی دین و دنیای آخرت را برای من نصیب روزی گرداند. والله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. ماه شریف رمضان به هر یک شما تماشابینان گرامی مبارک باشد. شبکه‌های ما را پیگیری کنید و ان شاء الله طول 24 ساعت برنامه‌های رمضانی برای هر یک از شما و در مهمانی خاندانی هر یک از شما است. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من
الهدى والفرقان.